طریقه ساخت حساب در برنامه آسترالینگ پی. بعد از اینکه برنامه آسترالینگ پی را از طریق پلی استور دانلود کردید، وارد برنامه شوید. با این صفحه روبرو شده در این قسمت گزینه اپلای ناو را فشار دهید. در قسمت اول نام خود را وارد کنید، به طور مثال احمد. در قسمت دوم تخلص خود، به طور مثال احمدی. در این قسمت تاریخ تولد خود را وارد کنید، به طور مثال 2028 جولای. در این قسمت ایمیل خود را وارد کنید، به طور مثال australink89@gmail.com. در این قسمت شماره تماس خود را وارد کنید، به طور مثال این شماره. بعد از آن که پرایوسی پالیسی را مطالعه کردید، I accept the terms and privacy policy را فشار دهید. بعد از اینکه تمام این گزینه ها را خانه‌پوری کردید، روی گزینه get code فشار دهید. وارد ایمیل خود شوید و این ایمیل آسترالینک را باز کرده وریفیکیشن کد را کپی کنید و در این قسمت پیستش کنید. گزینه ساین اپ را فشار دهید. اکانت شما موفقانه ساخته شد. حالا در قسمت گزینه لوگین آمده ایمیلی که با آن اکانت را ساختید وارد کنید. گزینه گیت کد را فشار دهید. دوباره وارد ایمیل خود شوید و وریفیکیشن کد را کپی کرده در این قسمت پیستش کنید. گزینه ساین این را فشار دهید و موفقانه وارد برنامه شوید.